بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلامی به پایان خداوند بر شما بینندگان اهل دانش و معرفت و شبکه پندنامه خوش آمدید. ما رسیدیم به حکایت 14 از کتاب شیرین گلستان سعدی شیرازی. سعدی در این حکایت درس‌های بسیار پندآموز و حکمت آمیزی به ما آموزش خواهد داد. سعدی می‌فرماید یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت سستی کردی و لشکر به سختی داشتی. لاجرم دشمنی صعب روی نمود و همه پشت دادند. یکی از پادشاهان در گذشته در حفظ مملکت بسیار سستی میکرد، هم نسبت به مردم، هم نسبت به سربازان و کسانی که مسئولیت نظامی و دفاع از مرز را داشتند و هم نسبت به حمایت مالی از سربازان، مردم و بقیه خانواده ها. بسیار سستی میکرد و لشکر به سختی بود، هم حمایت نمیکرد هم بی‌توجهی میکرد. لاجرم دشمنی صعب روی نمود. یک دشمن سخت به مصافی این پادشاه آمد و همه پشت دادند، همه فرار کردند. ببینیم که سعدی چقدر زیبا از این کلمات استفاده میکند. مملکت سستی کردی، لشکر به سختی دادی. سستی، سختی. دشمنی صعب روی نمود، همه پشت دادند. روی، پشت، شیرین، تلخ، گرم، سرد. و این آرایه در ادبیات فارسی میگویند آرایه تضاد، آرایه مخالف. استفاده از این کلمه ها بسیار متن را زیبا میکند. چو دارند گنج از سپاهی دریغ، دریغ آیدش دست بردن به تیغ. اگر حاکم، اگر پادشاه نسبت به حقوقی سربازها به توجهی کند، سرباز هم در هنگام جنگ دست به تیغ نمی برد، دست به سلاح نخواهد برد. یکی را از آنان که غدر کردند با من دوستی بود، ملامتش کردم و گفتم. یکی از سربازها که رها کرده بود جنگ را میگوید به او گفتم دونست و بی سپاس و سفله و ناحق شناس که به اندک تغییر حال از مخدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سالیان در نوردد. به او سرباز گفتم که ناشکر نباش، ناسپاس نباش، ناحق شناس نباش. این همه سال پادشاه به تو توجه کرد، چرا فرار کردی؟ در صورتی که پادشاه توجهی نکرده بود. گفت اگر به کرم معذور داری شاید، که اسبم به جو بود و نمدزین به گرو، و سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند، به سر با او جوان مردی نتوان کرد. گفت اسبم جو نمی خورد، زین اسب را گرو دادم تا آذوقه بگیرم، تا خرجی کودکان و خانواده را بدهم. از کجا و با چی بجنگم؟ سلطان که به زر با سپاهی بخیلی کند، پادشاه که طلا را و ثروت را و مال را به سپاه ندهد و بخیلی کند، به سر با او جوانمردی نتوان کرد. ما نمیتوانیم جان را در کف دست بگیریم و برای پادشاهی که بخیل است و از ما حمایت نمی کند بجنگیم. زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد، و گرش زر ندهی سر بنهد در عالم. این درسی بزرگ است برای منصبداران، برای حاکمان که زیردست دارند. حقوق زیردست را پایمال نکن. رشوه‌خواری، حق مردم را خوردن چگونه در جامعه زیاد می شود؟ زمانی که فقر زیاد شود، زمانی که مردم ببینند حاکمان همه مال یک کشور را مخصوص خود و خانواده خود کرده اند. آنگاه است که زیردستان
در اداره ها، در دخترها، در مرکزهای پلیس که اینها امانتدار مردم هستند. اینها باید امانتداری جان و مال مردم باشند. همین امانتدارها خیانت میکنند. چرا؟ چون حاکمان خائن هستند. این درس بسیار بزرگ است که سعدی به حاکمان و ما مردم میدهد. اذا شبع الکمی یصول بطشا، مرد سلاح دار اگر شکمش سیر باشد حمله کننده است، شجاع می شود. می داند که خانواده ام در امان هستند، خودم قدرت دارم، سلاح دارم، اسبم جو خورده است. و خاوی البطن یبتش بالفراری، اما سربازی که شکمش خالی باشد فرار خواهد کرد. انشاءالله که از این حکایت شیرین سعدی درس‌های بسیار خوب گرفته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.